السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب اطفال نازنین، شما را باز هم در برنامه تان خوش آمدید میگم. امید است که جور و صحتمند و سرحال باشید. خب شنونده های گرامی، در برنامه امشب ما مهمانای دیگه هم آمده که هر یکیشان انشالله به معرفی میگیریم. خب میپرسیم از برادر اولی خود که اسمشان چی است و از کجا هجرت کردند. برادر اسم خودت چیست؟ مصعب. ماشاءالله. مصعب برادر از کجا هجرت کردین؟ از هرات. برادر اسم خودت چیست؟ یاسر. ماشاءالله. یاسر برادر شما از کجا هجرت کردین؟ از فراه. ماشاءالله. و میایم سراغ برادر کوچک خودت اسمت چیست؟ اسامه. ماشاءالله. اسامه برادر از کجا هجرت کردین؟ از فراه. و اسم خودت چیست برادر؟ محمد یاسر. ماشاءالله. محمد یاسر برادر از کجا هجرت کردی خودت؟ فراه. خب اطفال ناظرین، در این برنامه میخوایم که از سیرت عمر رضی الله عنه براتان کم قصه کنم. درست است؟ بله. اسلام آوردن عمر رضی الله عنه باعث شادی و سرور مسلمین شد. داستان اسلام آوردن او از این قرار است. عمر رضی الله عنه قبل از اینکه اسلام بیاره گفت میخوایم محمد به قتل برسانم، اما وقت مردم به او گفتند که خواهر و شوهر خواهرش مسلمان شدند، به شدت خشمگین شد، گویا آتش وجود او را فرا گرفته و در همین حال عازم خانه خواهرش شد و چون به خانه خواهرش رسید شنید که آیه های قرآن در آن تلاوت می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اینجا بود که قلب عمر نرم شد و از خشونت و سختی به مهربانی و نرمی مبدل گردید. پرسید محمد کجاست و قصد رفتن به جایی را نمود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا ساکن بود. عمر قبل از این که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاید در خانه خواهرش فاطمه بنت خطاب غسل کرده و قرآن را تلاوت کرده بود و هنگامی که به خانه ارقم بن ابی ارقم رسید در زد. یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند شد و نگاه کرد، سپس دوباره نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت و گفت ای پیامبر الله. پسر خطاب شمشیر خود را به کمر بسته و می آید. در اینجا حمزه بن عبدالمطلب بلند شد و گفت ای پیامبر الله، به او اجازه بده اگر اراده خیر داشته باشد مسلمان می شود و اگر قصد بدی داشته باشد او را به قتل می رسانم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر رضی الله عنه اجازه ورود داد و از جایش برخاست. به محض این که عمر را دید لباسهایش را گرفته و به شدت به طرف خود کشید و گفت ای عمر، آیا به جانب اسلام نمی آیی تا الله آیه هایی در مورد رسوایی تو نازل نکند، همچنان که ولید بن مغیره را رسوا کرد؟ عمر گفت گواهی می دهم که هیچ معبود جز الله نیست و گواهی می دهم که تو بنده و پیامبر الله هستی. ای پیامبر الله، من آمدم تا به الله و پیامبرش و آنچه از جانب الله آورده ایمان بیاورم. پیامبر صلی الله علیه و سلم تکبیر بلند گفت که یاران دانستند عمر مسلمان شده است. حاضران نیز تکبیر گفتند و در آن روز مسلمانان در دو صف بیرون آمدند که در یک صف حمزه رضی الله عنه قرار داشت و در صف دیگر عمر رضی الله عنه بود. قریش وقت آنها را دیدند به شدت ناراحت شدند و در آن روز پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر را فاروق نامید، چون الله متعال به وسیله او قدرت اسلام را ظاهر کرد و میان حق و باطل فرق گذاشت و این گونه الله متعال اسلام را با عمر رضی الله عنه عزت و اقتدار بخشید و عمر رضی الله عنه به گروه اولین مردان اسلام پیوست. خب اطفال نازنین، امید است که از سیرت عمر رضی الله عنه یک چیز درس گرفته باشین.
خب میریم و از برادر خود احمد میپرسیم که به برنامه خود چی تحفه آوردن. احمد برادر، برای شنونده ها چی تحفه آوردی؟ دعوت الله. ماشاءالله. دعوت الله را میشه که به شنونده ها بیان کنی؟ بله. بیان کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ای مردم، حرفای مرا گوش کنی و بشنوی. الله تعالی کامیابی من را و کامیابی شما را و کامیابی تمام انسانها را در دین کامل خودش قرار داده. دین چیست؟ هر حکم الله و طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام بده. ایرا دین میگوید و بنیاد دین لا اله الا الله محمد رسول الله. جزاک الله خیر. خب میریم و از عبدالله برادر میپرسیم که به شنونده ها چی تحفه را آماده ساختن. خب عبدالله برادر، چقدر مدت میشه که شما به دارالخلافه هجرت کردین؟ 10 ماه پیش. عبدالله برادر، شما در سرزمین خلافت چی کارایی را انجام میتین؟ نماز میخوانی، سبق میخوانی، مدرسه میری، جهاد میری، خشکه میری. جزاک الله خیر. خب برادر، برای کسایی که زیر بیرق‌های طاغوتی زندگی میکنن چی پیام داری؟ پیام برای کسانی که زیر بیرق‌های طاغوتی زندگی میکنن این است که بیایید در سرزمین خلافت زندگی کنن. قرآن کریم حاکم است. میریم از مهمانای خود بپرسیم که به برنامه چی آماده ساختن. خب از یاسر برادر میپرسیم که اسلام برای ما تعریف کنه که اسلام چی است. یاسر برادر، اسلام برای ما تعریف کن. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة شما نماز برپا بدارید و تؤتی الزکات شما زکات بدهید و تصوم رمضان شما روزه بگیرید و تحج البیت شما حج بکنید. جزاک الله خیر. از مصعب برادر میپرسیم که سوره نصر برای ما بخوانند. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ماشاءالله. میریم از برادر کوچک خود میپرسیم که سوره فاتحه را یاد دارن؟ الحمدلله یاد داری برادر؟ ماشاءالله. خب اسامه برادر، چند ساله هستی خودت؟ 3 ساله. ماشاءالله. میشه که الحمدلله رو برام بخوانی؟ بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءالله. خب محمد یاسر برادر، خودت در برنامه چی تحفه آوردی؟ میخوایم پس کار صبحم بگویم. ماشاءالله. بگو برای شنونده ها. سبحان الله و بحمدی عدد خلق و رضا نفس و زینت عرش و مدد کلمات. جزاک الله خیر. میریم و از خدیجه خواهر میپرسیم از سیرت عمر رضی الله عنه چی فایده گرفته؟ شریعت ربنا نور به نسم. خدیجه، میتونی برای بگی که از سیرت عمر رضی الله عنه چی فایده گرفتی؟ بله، عمر رضی الله عنه یک شخص حق پذیر بود و انسان با غیرت بود. زمانی که حق شنید به حق رجوع کرد و امروز خلافت حق است و هر انسان باید مانند عمر رضی الله عنه غیرت کنه و خود را به حق تسلیم کنه. جزاک الله خیر. خب رقیه خواهر، خودت به شنونده ها چی گفتنی داری در رابطه به سیرت عمر رضی الله عنه؟ پیامبر به شنونده ها ای است که در خانه خود سیرت عمر به اطفال خود بیان کنه. جزاک الله خیر. خب اطفال دوست داشتنی، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. بیاین که با شنونده ها الله حافظی بکنیم. امید است که شنونده ها از برنامه ما خسته نشده باشند و از این برنامه مستفید شده باشند. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله عزوجل مسپاریم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.